کند و بازیگران دسته استراوشان دسته مهمان از مرکز میدان بازی رو آغاز میکنند. به تماشاگران عزیز با رقم 8 جاویدان خوشبختov در مرکز رقم 10 کاپیتان دسته عزیزبک دلیف در خط حمله باشد، رقم 11 در کنار راست فردریک اسانته و رقم 9 در کنار چپ مهران مدامینوف بازی میکنند. سرمربی دسته متخصص لحظه خطرناکی گلزنی باشد. حالا مهران مدامینوف توسط کنار راست هجوم دسته برخشی را ادامه میکند. پس داده میشد، فرصت هست برای عزیزبک دلیف اما موفق نمیشد که در همین فرصت تا بعد داخل جریمه گاه و توپ رو زده اینجا برطرف میکند. کنار چپ پیش حرکت میکند، امکانیت است برای دسته برخشی. پس به عزیزبک دلیف کاپیتان دسته ضربه میزند اما درست‌تر دروازه دلشاد داده با افروبانی. بگویم که اون بازیگرانی که در برخشی هستند این بازیگران که آینده اسانته امکانیتی خوب برای پیدا میشد. حالت اینو بازی نیست، دوباره کناری با چیز اشاره نکرده ضربه زده میشود و اکنون از همین فرصت میبینیم که متوجه میشیم 4-2 میشود شماره ضربه کنجی در این امور برتریت به جانب استراوشان است. پرتاب بسیار هم خوب روان کرده شد به داخل جریمه گاه از جانب خود پرتاب اجرا کرده شد. یک امکانیت بسیار هم خوب بود برای آنان. هجوم دسته استراوشان را اندازی میگردد توسط کناری راستی میدان بسیار هم خوب. پس به سمت جهانگیر سفرов حالت اینو بازی نیست، امکانیت پیدا میشد برای استراوشان. از پا میافتد بازیگر این تیم، دوباره باشد به چی اشاره میکند به حالت اینو بازی عبور قاسموف پرتابی و بعد داخلی جریمه گاه ضربه اجرا کرده میشود و تو با تیری دروازه برمیخورد. چگونه فرصت بود و چگونه ضربه بود که اون را اجرا کرد عبدالجلیل منظرov. خوب هجوم میگذارند بازیگران دسته استراوشان توسط کنار چپ نورماتوف. پنالتی تعیین کرده میشود به دروازه دسته برخشی. تماشاگران عزیز در همین فرصت جهانگیر سفرov پاس میدهد و در همین میان چگونه قاعده بازی را ویران کرد. خیلی هم زیاد این حالت رو متوجه شد اکنون. همین چی است؟ پنالتی است به نظر میرسد. پس از نه دوباره اشاره میکند که پنالتی نیست. دوباره اشاره میکند که پنالتی نیست. اما شبینان عزیز و این بار دیگر به نوار تکراری متوجه میشیم. اون جوانده که به نظر میرسد که از پیراهن بازیگری دسته استراوشان داشته است. و میر احمدوف پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت هست، ضربه بسر از جانب مهران مدامینوف. از همین مسافه نزدیک چگونه توپ را نمیتواند مدامینوف به دروازه استراوشان زند. یک فرصتی خوبی گلزنی از بین میرود برای دسته استراوشان و به این ترتیب امیرجان خورکاشف صداشتکش را از انجام بازی بین دسته برخشی و استراوشان بالا میکند. بازی دسته بدون گل 0-0 خاتمه یافت. برخشی شماره